به نام خدا و با سلام به بینندگان محترمی که برنامه های آریا پرس تماشا میکنن. توحید صاحب گرامی، سلام خدمت شما عرض داریم. برنامه امروز ما در مورد یکی از زنان پیشکسوت در عرصه خبرنگاری افغانستان است. برنامه در مورد خانمی است که در زمان طالبان، در زمانی که طالبان دوران مقاومت اول دیگه، دوره اول طالبان که بر همه افغانستان یا بر قسمت های زیادی از افغانستان طالبان مسلط بودند و در تمام مناطقشان در رسانه ها صدای زن وجود نداشت مطلق. اما امی خانم شجاع در جبل سراج رادیویی را ایجاد کرده بود و در اونجا منظم نشرات میکرد. برنامه ما در مورد خانم زکیه زکی، خبرنگار پیشکسوت افغانستان که در سال 2007 متاسفانه از طرف افراد ناشناس به شهادت رسید است. و ما میخواهیم که در این برنامه از شما توحیدی صاحب شناختتان از خانم زکیه بیان کنین، چگونگی ایجاد رادیوی صلح در جبل سراج که ایجاد شده بود، رادیوی صلح در موردش صحبت کنین و دستاوردها و کارهایی که خانم زکیه در طول دوران کار خود انجام داده بود در موردش تماس بگیریم. با عرض سلام خدمت شما و بینندای محترمی که تلویزیون برنامه ما را نگاه میکنن. امروز 15 جوزاست. بله. این روز مناسب روز مصادف است به سال روز شهادت زکیه زکی، مؤسس رادیو صدای صلح در جبل سراج پروان. بله. در سال 1375 خورشیدی وقتی که کابل سقوط کرد و دولت مجاهدین به شمال عقب نشست، تلاش به خاطر کار رسانه‌ای و اطلاع رسانی بدون سانسور طالبان آغاز شد. به یاد دارم که برای نخستین بار حدود 7-8 شماره انیس در مطبعه پروان به چاپ رسید. غلام رسول قرلاق و بنده با همکاران اطلاعات فرهنگ پروان در اون زمان انیس را ما در پروان چاپ کردیم. انیسی که 50-60 سال در کابل همه روز چاپ میشد. بله، با این را به مناطق مختلف از جمله به مزار، به بدخشان، به تخار میفرستادیم. در کنارش تلاش به خاطر ایجاد رادیو و بازسازی تلویزیون پروان، محلی پروان هم آغاز شد که تلویزیون محلی پروان آماده نشرات بود و نشراتش آغاز شد، اما در پی عملات مختلف که طالبان داشتن از نشر باز ماند، یعنی خراب شد و بردن دستگاه تخریب شد. تلاش دیگه هم که انجام شد، مخابره R140 بود، یک مخابره R140 روسی که تقریبا شبیه همین فریکانسی های رادیوی FM بود، این فرستندای رادیویی. این هم در اون زمان شمس‌الدین آمد، آقای ایزدیار، محمد علم ایزدیار، بنده، استادی، ما تلاش کردیم این را به عنوان رادیو استفاده کنیم. این رادیو ساخته شد جالب. و نشراتی که ما می داشتیم چون اما پولا و آنتنش قسمی بود که یک ساحه را می گرفت، یک ساحه را نمی گرفت. بله. مثلا نزدیک ترین ساحه را مثلا به پروان نمی گرفت، اما نجراب را می گرفت. چقدر جالب. اون ساحه که مخابره دوربرد بود اصلا. مخابره دوربرد بوده. وقتی که به هر حال فعال شده و یک قسمت حتی تا همین نزدیکای چی شنیده میشد، قلعه مراد بیگ و اینا هم خب بر ما او هم مهم بود. بله. که صدای ما به نزدیکی های کابل برسد تا در قسمت های خیرخانه بعضی ها میفتن که وقتی که ما بلند شویم سر بام یا اینجا میتونیم بشنویم. خب ما یک رادیوی تمام عیار نبود، مخابره برای مخابره عسکری بود. از کجا به دست آوردید دستگاه؟ این سابق از زمان روسا مانده بود. این فعال ساختیم توسط تکنیکرها و انجینیرهایی که در پروان و کاپیسا تخصصشان در مخابره‌های ساخت روسیه بود. پیش از اینکه به مسئله خانم زکیه زکی برسیم، خاطره کوچک من عرض میکنم که بعضی جاها نقل کردیم این مسئله را که یکی از شبها
ما خدمت قماندان کل، فرمانده کل مقاومت ملی افغانستان در اون زمان، خدمت شهید احمد شاه مسعود رفتیم و من در این مورد معلومات دادم به عامر صاحب که این رادیو رو فعال کرده میجا میگیره. همین هم گفته که از دستگاه مخابره ما بله، آر 140 هست. ما وقتی که اینا رو خدمتشان رسیدیم جبل سراج هستیم. گفت که من خدا جبل سراج نشنیدم. گفتم صاحب جبل سراج نمیگیره. خب پروانه جبل سراج. بله. خداوند مغفرتشان کنه. از خنده زو افتادن. گفت برو جان بیادر این مسجدا که تبلیغ کنه از این رادیو کرده بهتر از پروانه جبل سراج نمیشنید. اما ضرورت رادیو یک امر مهم. بله. بسیار وقت بعد وقتی گوششان نتیجه نداد، خانم وقتی گوششان نتیجه نداد یا همون نتیجه دلخواه را به بار نیاورد دیگه. اگه نتیجه داد همون نتیجه دلخواه را به بار نداد یا به دست نیامد. از جانب دیگه ای که بالاخره استقرار پیدا شد در خطوط جبهات. تا این کشت‌های روزای اول بعد از سقوط کابل بود. بله بله. این استقرار وقتی که پیدا شد خطوط مستحکم شد. خطوط جبهه شمالی مستحکم شد. با کمک جبهه و کمک قهرمان ملی افغانستان وسایل رادیوی FM رادیو صدای صلح جبل سراج وارد شد. جبهه مقاومت به خاطر از یک برخلاف بسیاری از خانمایی که میگن فرق بین ملا عمر و احمد شاه مسعود نیست، یا حتی روشنفکرای ما شما میگه که ملا عمر و احمد شاه مسعود و استاد ربانی از یک متن پیروی میکردن که ظالمانه هست این قضاوت. بله واقعا. حالا همین آدما گذاشتن رفتن، اما نباید قضاوت آدم ظالمانه باشه. من خدمت از اونها عرض میکنم که عامر صاحب دستور داد که یک خانم را پیدا کنیم که رادیو را اداره کنه. همین دستور مشخص عامر صاحب. بله، یک خانم باید صدایش بلند شود از جغرافیای ما. به خاطر از اینکه صدای زنان در جغرافیای طالب خاموش شده بود. نه در قندهار بود، نه در کابل بود، نه در هرات. در هیچ جایی. در هیچ جایی تحت تسلط طالبان بود صدای زن شنیده نمیشد. خانم زکیه زکی با شجاعت حاضر شد داوطلبانه که مسئولیتی رادیو را به دوش بگیره. خانم زکی در شوهرش از جبل سراج بود و خانهش در جبل سراج بود و بدون از اینکه بترسه که وضعیت چه خواهد شد، آینده چه خواهد شد، در اون زمانی که ملا عمر حیات داشت ظلم و استبداد طالبان علیه زنان بدتر از زمان دیگر بود. زکیه زکی بسیار داوطلبانه و شجاعانه حاضر شد که مسئولیت رادیو را بگیره. سرویس خبری را خودش میخواد، تبصره‌های سیاسی را خودش میخواد و رادیو شنونده پیدا کرد. در جبهات شنیده میشد، در ساعات مختلف. بله ما میشنیدیم. رادیویی بود که مثلا دستگاه فرستنده FM داشت بود، در یک موج مشخص عیار شده بود و دردسر بزرگ بر طالبان شده بود این رادیو. یعنی بسیار تلاش میکردن که صاحب پوششش چقدر بود؟ صاحب پوششش همین ساحات شمالی تا کابل را، تا شمال کابل کاملا میپوشاند، تا جایی که کوههای بلند مانع نبود، چون در کوه با موج دیگه تیر نمیشه، چون دستگاه FM موج کوتاه نیست که عبور کنه. بله. و این ساحات را که عامر صاحب میخواست و ما میخواستیم و ساحات تحت پوشش قرار میداد، چون جبهات ما در این خطوط بود در شمالی. به تنهایی کار میکرد، با شوهرش و با اعضای خانواده خودش کار میکرد، با وجودی که جنگ بود، از کشته شدن، از انتحار، از انفجار دادن و از اینا نمی‌هراسید. این واقعا باید به شجاعت شهید زکیه زکی آفرین گفت، سر تعظیم فرود آورد. خداوند مغفرتشان کنه. زن بسیار شجاع بودن. من فکر میکنم یکی از چهره‌های رسانه‌ای که در حقش ظلم صورت گرفت زکیه زکی است. به خاطر از اینکه خانم‌های را جایزه دادن در 20 سال و 25 سال گذشته که مستحق اصلا خانم زکیه زکی بود. حالی هم شاید مستحق بوده باشن، اما این چون ای آغازگر بود. در وقتی که خانم زکیه زکی
صدایش بلند میشد از طریق امواج رادیو، او خانما یا در خانه‌هایشان پنهان بودن یا در پاکستان به سر می‌بردن. یا بعضیش کودک بودن، یا بعضی خرد و کودک بودن، کوچک بودن. نسل‌های بعدی برآمدن دیگه. یا بعد از سال 2001 که اداره موقت دولت انتقالی ساخته شد، توجه آنچنانی که باید نسبت به این رادیو صورت می‌گرفت با عنوان نماد آزادی زن، نماد آزادی افغانستان، صدای زن، این توجه به خاطر از اینکه رادیو در جبل سراج بود صورت نگرفت. نه مؤسسات بین‌المللی توجه کردن، نه سیاستمداران. همینایی که امروز پس از عامر صاحب هم سیاستمدارایی که بودن به این مسائل اهمیت قائل نشدن. پس از عامر صاحب اصلا سیاستمدارایی که او حوزه آمده بودن و با حکومت شریک شده بودن اصلا به این مسئله نپرداختن که همین خانم در چه شرایطی مثلا آمد صدای زن را بلند کرد، صدای آزادی را بلند کرد، صدای انتخابات را بلند کرد. و نه این سیاستمداران توجه کردن، نه سازمان‌های بین‌المللی، نه حکومت افغانستان. مانند ده ها و صدها دستگاه FM که باز بعدها با کمک اینترنیوز، با کمک BBC، با کمک PRT های ولایات تأسیس شد، رادیو صدای صلح جبل سراج هم صدای صلح هم به عمو حساب شد و حتی پروژه های بسیار خوب هم گرفتن، نتانست نمی گرفتن. جایزه که باید میشد، تقدیری که باید میشد، باید یک از پست های مهم برای داده میشد، اما یا انتخابی یا پست های دولتی به خانم های داده شد که در اون زمان یا طرفدار طالب بود یا از ترس طالب پنهان شده بود. اما این خانم زکی با شجاعت برآمد، صدای خودم متاسفانه بلند کرد. افغانستان بسیار فضل خیز است، اما افغانستان فضل پرور نیست. بله. تجربه امیریش سفید معمی است که در این کشور قدر شناسی صورت نمیگیره. شما جوایزی را کی خانم گرفت؟ مثلا اصلا به هیچ پست دولتی دعوت نشد. حتی که وقتی میخواستن که مثلا تصمیم داشت خودش و خواهرش اینا که کاندید شوند، او هم توسط سیاستمدارای همون حوزه مقاومت محلی خودش موانع بر سر رایشان ایجاد شد و نگذاشتن. داله که زکی توانایی و لیاقت وکالت پارلمان داشت، از شورای ولایتی را داشت، از وزارت را داشت، از پست های معینیت بر زنان را داشت. شما ببینید اینا یک دفعه بررسی بکنین در وزارت امور زنان کیا به وزارت رسیدن و کیا به معینیت رسیدن و چند آدمای مستحق هم بود در بینشان. اما امی هم مستحق بود. یا مثلا در سایر ادارات دولت، در وزارت اطلاعات فرهنگ یک خبرنگاری که 5 سال رادیوی آزاد را اداره کرده باشه و هم در دشوارترین شرایط، آیا این مستحق وزارت اطلاعات فرهنگ نبود؟ مستحق مثلا پست بلند در این وزارت نبود؟ اصلا دعوت نشد، چون به دلیل از اینکه در حلقات قدرت رابطه نداشت. چی او حلقات مربوط حوزه مقاومت بود، حوزه مقاومت بود یا از حوزه بیرون از مقاومت بود. رفتار عادلانه صورت نگرفت. خب به هر حال رادیوش را اداره کرد تا آخرین روزایی که زنده بود اداره کرد. بعد بسیار ظالمانه به شهادت رسید در کنار کودک خردسالش. در خانه خودش. و بعد از اینکه کشتنش، شهیدش کردن، حکومت اصلا احساس مسئولیت نکرد تا قاتلین نشناسایی بازداشت کنه. داره که در سال 2007 در تمام نقاط افغانستان، در اکثریت نقاط حاکمیت دولتی بود، خصوصا در جبل سراج و پروان و کاپیسا و بغلان و مزار که اصلا هیچ گروه مخالف وجود نداشت. عملا علنا. اما اینا کوچکترین اقدام را به خاطر بازداشت قاتلینش نکردن. کوچکترین طفلش فکر میکنم بین 6 ماه و 1 سال بود که یتیم شد و مادرش کشته شد و این خانواده به هم ریخت. رادیو از کار ماند. هیچ گونه حمایت صورت نگرفت که همین رادیو به عنوان یک نماد باقی بمانه. یک مدت شوهرش ادامه داد، اما با مشکلاتی که داشت او رادیو صداش بسته شد. اما جایزه را کیا گرفت؟ کسی را که وقت کابل آزاد شد، جایزه بین‌المللی منظور من، وقتی کابل آزاد شد
خواستند که یک اعلامیه به زبان فارسی و پشتو به هر دو زبان نشر شود. باور کنین که پیشنهاد من بود که اعلامیه پشتو را یک خانم بخوانه. گفتن کی از نطاقای خانم به زبان پشتو که نزدیک باشه. یک کسی را نام گرفتن، موتر رفت، این خانم را آورد. امروز روز داری که امنیت تامین شده بود در تمام کابل، یک فایر دیگه صورت نگرفت، برخلاف آنچه که میگفتن که کابل اگر سقوط کنه باز یک بار دیگه انتقام جویی میشه. اصلا هیچ انتقام جویی نشد. خراج و مرج به وجود آتش زده بودن، کس پشت خانه کس نرفت، ما ماتش میزنیم. وقتی تاکستانا را سوختاندن و بریدن و قطع کردن، هیچ کس نرفت که بگه باغ شما کجاست. همین 300 مردم داشت. حالا اتفاقا هر چی که کس فکر میکنه بکنه، ما شاید زنده هستیم. بله. هیچ اتفاق نفتاد. یک مورد من شاهد نیستم به عنوان یک خبرنگار که بعد از اینکه طالبان سقوط کردن مشکل امنیتی به وجود آمده باشد، انتقام گیری شخصی صورت گرفته باشه. موتر که فرستادن و خانم خواستن اعلامیه که آماده شده بود، نوشته شده بود، ترجمه شده بود پشتو، فقط همین اعلامیه را از طریق تلویزیون و رادیوی افغانستان خواند. 10 جایزه گرفت. فقط به مقه کار که اولین اعلامیه ری خوانده. اما هیچ کس نگفت که اولین صدای در زمان حضور طالبان صدای زن در کجا بلند بود. اعتراض زن به خاطر محدودیتی که طالبان آورده بودن در دوره اول از کجا بلند میشد؟ کدام زن جرأت میکرد؟ توحیدی صاحب، در زمان مقاومت که حالا همه به خاطر داریم، همین امکانات مثلا برق و جنراتور و تیل یا خیلی محدود بود. تا اندازه بود که تا مثلا جیره‌بندی بود، واقعا جیره‌بندی بود. مثلا حالا جز مثلا عامر صاحب خودش یا 2-3 تا از فرماندهان بزرگ جبهه که پرزه میدادند و مثلا یک 20 لیتر تیل به یک کسی اجرا، به یک موتر یا به یک ماشین محاربوی اجرا میشد، دیگه نبود. امی به اصطلاح برق و اینای خود او رادیوی صلح، صدای صلح از کجا میکرد؟ و امی موضوع در دوران پس از سقوط طالبان، یعنی در دوران استقرار جمهوریت که به میلیون ها، اگر نگویم میلیاردها، بدون شک میلیون ها دلار تنها در بخش تقویت رسانه ها به افغانستان سرازیر شد که تا شاید گپش به میلیارد هم برسه. اما در دوران اینا با دست پنجه نرم میکردن با مشکلات و بالاخره رادیو هم دیگه سقوط کرد، خصوصا پس از شهادت خانم زکیه. امیر چه رقم در دوران خود مقاومت امکانات استفاده از انرژی آبی و اینا هم تدارک شده بود. چون یک بند برقی داره جبل سراج استفاده میشد، جنریتر هم بود و جبهه بسیار توجه داشت که رادیو حمایت شود، تقویت شود. تمام وسایل مربوط به فرستنده از خارج با شرایط سختی که وجود داشت خواسته شده بود و کمک شد که مونتاژ شود، نصب شود و به کار آغاز کنند. تا زمانی که عامر صاحب شهید زنده بود این رادیو با مشکل جدی مواجه نشد. هیچ وقت تمام امورش اجرا میشد، مشکلاتش رفع میشد. طبیعی بوده که دستگاه بر ضد طالبان بود، هیچ توقع باید نمیکرد کسی که رادیو یک رادیوی بی‌طرف می بود. رادیویی که تمام حقوق مردم را سلب کرده بود، اداره‌ای که تمام حقوق مردم را سلب کرده بود، رادیویی که در یک منطقه آزاد بدون از تسلط طالبان بود، طبیعی بوده که اون نشرات صدای یک توده کلانی را که پنهان شده بود و مکتوم شده بود و شنیده نمیشد، این صدا را بلند میکرد این رادیو. اما بعد از سال 2001 و بعد از اینکه طالبان در دور اول سقوط کردن و رفتن، اینترنیوز هم یک مقدار کمک کرد با این رادیو. بعضی از مثلا پیارتی که وجود داشت در پروان کمک کرد. اما اگر قرار به این می بود که رادیو باید به عنوان یک نماد حفظ می شد و توسعه پیدا می کرد، چنین چیز نبود. به خاطر یک پروژه کوچک من به یاد دارم که بارها زکی از جبل سراج تا کابل می آمد و هم روزه دوباره سفر می کرد به خاطر کودک خردسالش. پس دوباره برمیگشت. هیچ ماجرای شهادت هیزی معلوم شد که دلیل چی بوده؟ چه اتفاق افتاد؟ در اون زمان جناب آهنگر صاحب من مسئول دیدبان رسانه‌ها در سازمان نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان بود. تمام جریان تحقیق را ما تعقیب میکردیم.
یک کسی را از همکاران خودش زندانی کردن ناحق. ماها در زندان ماند. قدوس نام داشت. به اثر تلاش ما او آزاد شد. اگر نی میخواستن یک همکار خودش از زندانی کنن، محکوم کنن. این دلیل باید یک کسی را پیدا میکردن که محکوم میکردن. ایش دلیل وجود نداشت علیه از آدمی چه اتهامی. اما اینکه قاتل اصلی باید شناسایی میشد و به پنجه قانون سپرده میشد. اداره محلی جبل سراج، اداره محلی پروان و در کل حکومت کوچکترین کار اساسی انجام نداده. فقط که زکی یک آدم عادی بود یا هیچ آدم نبود، دور از انسانیت، مرد رفت. به نظر او البته، به نظر از او موجود بود. در حالی که زکی من گفتم که هم از نظر استعداد بسیار استعداد بزرگ داشت، هم از نظر شجاعت خانم شجاع بود. شما خواهرش دیدین که رای گرفت از پارلمان. آمد. نظیفه زکی در پارلمان آمد. یک خانم تحصیل یافته بود، مکتب خوانده بود، فاکولته خوانده بود، مأموریت کرده بود، صدای رسا داشت، کار رسانه‌ای کرده بود. اما هیچ گونه توجه نه ولایت پروان کرد، نه ولسوالی جبل سراج، نه در کل حکومت افغانستان. جفای بزرگی کردن در حق ما هر چی تلاش میکردیم و هیچ نتیجه نمیداد. نه تنها که نتیجه نمیداد، یک آدم بیگناه دیگر زندانی کرده بودن. اقدام حکومت همی بود که بالاخره بعد از یک سال، نمیفهمم چند ماه یا حدود 10 ماه بود، دقیقاً حال فراموشم شده، او همکارشان قدوس نام داشت، وقتی آزاد شد بعد دوسیه را مختومه اعلام کردن. نه هیچ کسی را زندانی کردن، نه بازداشت کردن، نه تحقیق کردن، نه مجازات شد. یعنی در سال 2007 که تمام امکانات به خاطر تعقیب جنایتکار، به خاطر بازداشت جنایتکاران وجود داشت، از هیچ گونه ابزاری به خاطر شناسایی قاتلان زکی استفاده صورت نگرفت و بالاخره رادیو خاموش. چه مدت زمان پس از شهادت خانم زکی رادیو به نشراتش تقریبا حدود 1 سال، بیشتر از 1 سال شورش اداره کرد. اما بعد پروژه ها هم قطع کردن، امکانات هم قطع شد و اما محور رادیو که خود خانم زکی بود نبود دیگه. اصل گپ همی بود دیگه. اصل محور، اصل مؤسس، اصل مدیر رادیو خانم زکی بود. او رفت، وضعیت ادامه کار رادیو با مشکل مواجه شد. برخی از دخترها و خانمایی بودن که همکارشان بودن، کار میکردن، اما خب به هر حالش ادامه نیافت دیگه. هیچ سازمانی هم توجه نکرد که حفظ کنه. این سازمان های دونر منظورم است. از نظر مالی حمایت آنچنانی نشد. خداوند روحش شاد بگردانه. من بعد از سالها حالی فکر میکنم که واقعا خانم زکی دل شیر داشت. جبر و ظلم و استبداد طالبان دوره اول را ما شما دیده بود. حالی هم میبینیم که چه اتفاق میفته. یک خانمی که فرمانده نیست، عسکر نداره، سرباز نداره، فقط یک دستگاه رادیویی که اما صدای رساتر از هر فرمانده و سربازی، صدای رساتر از هر فرمانده و هر صدای همون فرماندهان مخالفت طالبان شده بود. صدای سربازان و مجاهدانی که بر ضد طالبان میرزمیدن شده بود. خداوند مغفرتشان کنه. یکی از کسایی که در حقش ظلم صورت گرفت پیش از مرگش و بعد از شهادتش خانم زکی است. خداوند خانم زکی را مغفرت کنه، بهشت برین جایگاهش باشه و با امید ازی که توحیدی صاحب آل خوب جفا در حقشان صورت گرفته و اونام به رحمت حق پیوستن. اما به این امید که یک روز ما و خودت بتانیم بریم در وطن، سر مزارش بریم، اقلا یک دعای کنیم. آمین. ما امیدوار هستیم که همین روز فرا برسه. ما نباید دیگه فراموش کنیم کسانی که به خاطر افغانستان جان دادن، به خاطر آزادی، به خاطر دموکراسی حیاتشان از دست دادن، نباید فراموش شود. ما از سال 2001 تا سال 2021 15 آگوست که حکومت دکتر غنی سقوط کرد، بیش از 130 خبرنگار در افغانستان از دست دادیم. در میان از این بین 15 تا 20 نفر تنها خبرنگاران خارجی بود که کشته شد. در تمام نقاط افغانستان خبرنگار کشته شده، شهید شده. از پکتیکا، از سادمزوی گرفته تا بدخشان، تا تخار، تا کندوز
سلطان منادی تا از آغازش از اجمل نقشبندی آغاز شد. اولینش اجمل نقشبندی. بعد تا روزای آخره که یمای سیاوش و اینا شهید شدن و همیشه او داغ همراه ما است. سلطان منادی خداوند مغفرتش کنه. الیاس دایی در هلمند صدای یک صدای یک خبرنگار بی‌طرف بود. مثلا نیکزاد شهید در غزنی، همین قسم همکاران ما در قندهار، در هر نقطه افغانستان نیست که خبرنگار کشته نشد، شهید نشده باشه. و ما باید این نامها را، این خونها را به شرج بگذاریم. اینا نه جاسوس آمریکا بودن، نه نماینده اسرائیل بودن، نه نماینده فرانسه. بگذار که آقای مجاهد هرچی در موردشان میگه، اینا خبرنگاران نبودن که میخواستن اطلاع رسانی آزاد کنن به مردمشان. مردم هلمند میرفت میشنید که دایی چی گزارش داده امشب از وضعیت هلمند، چون میدانست که او گزارش بی‌طرفانه است. اما طالبان همین کسای با بیرحمی کشتندش، با بیرحمی خبرنگاران که بسیار مسلکی میخواستن کار کنند و کار میکردن، همینا را کشتن. حتی توجه به این نکردن که خانواده از اینا به سرپرست چی میشود. خانواده الیاس دایی چه شد که فرزندش بسیار کوچک و شیرخوار بود، در جوانی به شهادت رسید. ده ها خبرنگار دیگر. خداوند روح تمام شهدای خانواده رسانه‌های افغانستان را شاد داشته باشد. همکاران ما در هر جایی از افغانستان که شهید شدند نام نیک و خاطرات بسیار نیک از خود به یادگار گذاشتند. خداوند به برکت خون از اونا افغانستان را دوباره آزاد کنه که ما حداقل و نامهایشان و خاطراتشان همیشه توجه داشته باشیم، یاد کنیم و دعا کنیم. الهی آمین. تشکر توحیدی صاحب گرامی. خداوند روح همه شهدا را شاد داشته باشد. تا برنامه دیگر، بدرود. خدا نگهدار شما.